درود فراوان به دوستای خوبم. من الهه رویتوند هستم. امروز میخواستم در یک ویدیو کوتاهی یک توضیح مختصری درباره بک‌گراند تحصیلی خودم بگم. من در رشته ادبیات انگلیس از دانشگاه ایران فارغ التحصیل شدم و بعد از اون برای چندین سال مشغول به تدریس زبان انگلیسی بودم در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران و بعد از اون بنا به اینترست خودم، علاقه خودم در واقع به خارج اومدم و در ترکیه مشغول تدریس شدم در مؤسسات زبان مختلف، در مؤسسات بین‌المللی. دانشجوهای من هم در اونجا از کشورهای مختلف بودن و یک تجربه بسیار عالی بود در اونجا برای من و در واقع یک نقطه عطفی شد یا یک سکوی پرتابی شد برای من که از طریق مؤسسه فرانک ادویکیشن پذیرش بگیرم و ادامه تحصیلم رو در لهستان داشته باشم. و بعد به لهستان اومدم. در اینجا در رشته فیلولوژی در تخصصاً تیچر ترینینگ در اینجا مشغول به تحصیل شدم و با موفقیت مدرک فوق لیسانسم رو گرفتم. و شاید جالب باشه بدونید که تز فوق لیسانسم هم بسیار جالب بود که در رابطه با رابطه بین زبان انگلیسی و در واقع انگلیش انگزایتی هست که به چه شکلی تاثیر میذاره روی سطح یادگیری زبان. و نکته جالبی که برای من اتفاق افتاد این بود که به طور همزمان من تونستم در واقع در مؤسسات زبان انگلیسی اینجا شروع به تدریس بکنم که یک تجربه بین‌المللی بسیار عالی شد برای من و با توجه به علاقه خودم به آموزش‌هایی که برای اولین بار شروع کردم برای تدریس، بعد از فارغ التحصیلی هم در واقع علاقه‌مند شدم و همچنان با همون مؤسسه در حال همکاری هستم. البته بماند که قسمت زیباترش این هست که همزمان در مؤسسه فرانک ادویکیشن به عنوان مشاور تحصیلی برای پارسی زبانان عزیز مشغول به همکاری هستم و مفتخر هستم که همین روشی رو که و موفقیتی رو که برای خودم در نظر گرفتم برای دوستان پارسی زبان خودم هم در نظر بگیریم و کمکشون بکنیم که به در واقع آرزوهاشون برسن، به پلن‌هایی که برای زندگیشون دارن برسن. و من قصد دارم که در ویدیوهای بعدی توضیحات بیشتری درباره روشی که بچه‌ها میتونن، دانشجوها میتونن مهاجرت بکنن از طریق تحصیلی ارائه بدم. پس با ما همراه باشید. ویدیوهای بعدی ما رو هم میتونید فالو بکنید، چک بکنید. ما رو میتونید در وبسایت های ما که frankeducations.com هست که مخصوص اعزام دانشجو هست، frankeducations.info هست که مخصوص در واقع برای صنعت هوایی، برای کسانی که علاقه‌مند به رشته خلبانی هستند میتونن در واقع به وبسایت مراجعه بکنن و اطلاعات بیشتری بگیرن. البته ما اینستاگرام هم داریم، فرانک ادویکیشنز، فرانک اوییتر. کلی در اونجا اطلاعات جدید ما همیشه آپدیت میشه و به طور مستقیم هم با شماره تلفن های ما در واتساپ، تلگرام میتونید ارتباط بگیرید. خیلی ممنون که وقت گذاشتید برای دیدن این ویدیو و اینکه منتظر ویدیوهای جدید ما هم باشید. مرسی. فعلا خدا نگهدار.